قرائت شاه اثر علامه باباجان غفورов تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. گفتاری پنجم. ساخت جمعیتی. مسئله ساخت جمعیتی عهد برنجی مورد بحث و مناظره های بی نهایتی متخصصان قرار گرفته است. راجع به این مسئله بسیار عقیده و فرضیه های به هم مخالف موجودند. بیشتر ملاحظه و اندیشه هایی که در سری تحقیق تاریخ قبیله های مدنیت انو پیدا شده اند جالب دقت می باشد و فکر مسان به وجود آمدن خانه های بسیار منزله به پیدایش جماعت سیر آیله علاقمند است. در حدود هزاره های 400 پیش از میلاد به آیله های پدرشاهی تبدیل یافتن جماعت های سیر آیله مادرشاهی به وقوع می آید. نهایت چنان که کلاسیکان مارکسیسم لنینیسم تعلیم می دهند از ساخت مادرشاهی به ساخت پدرشاهی گذشتن سببهای اقتصادی داشته، خصوصاً با ترقیات چارواداری که کار مردان بود مربوط است. تمام محصولات برزیادی که اکنون کسب و کار میداد به دست مرد می درآمد. زن در استعمال این محصولات اشتراک می کرد اما به یگان حصه آن صاحب نبود. آدم یابایی، جنگاور و شکارچی در خانه بعد از زن موقع دویم را اشغال می نمود. چوپانی حلیمتر با ثروت خود کلانگری کرده به جای یکم گذشت و زن را به موقع دویم فراورد. کار خانگی زن اکنون نظر به کسب و کاری مرد اهمیتش را گم کرد. در آخرهای عهد برنجی تفریقه ملکی و اجتماعی قوت می گیرد. مقبره های کلان مثل تاغستان ساخته می شوند. حیات شهریانه ابتدایی پدید می آید. آیا این معنی گذشتن به جمعیت صنفی را داشت یا نه؟ حالا به این سؤال جواب انیق یافتن دشوار است، ولی به این که اولین پدیده های آن محض در همان دور به ظهور آمده بودند هیچ شبهه‌ای نیست. ترکیب نژادی اهالی آسیایی میانه در عهد برنجی، مسئله آری، عمومیت هندو ایرانی، آریایی ها. پراتیس های اتنیکی که در آسیای میانه عهد برنجی به عمل می آمدند هم برای ترقیات آینده خود این سرزمین و هم برای تاریخ یک قطار کشورهای همسایه که از هندوستان تا اروپای جنوبی شرقی مساحت بزرگی را اشغال کرده اند اهمیت خیلی کلان داشتند. موجود نبودن منبع‌های خطی و هنوز به یک معنی توضیح نیافتن بازیافت‌های ارخئولوژی باعث به میان آمدن دشواری‌ها در تحقیق تاریخ اتنیکی آسیای میانه آن وقته گردیده است. با وجود این معلوماتی از آغاز دوره تاریخ در سرزمین آسیای میانه و کشورهای همسایه سکونت داشتن قوم و طایفه های مختلف و همچنین مدرک های قیاسی تاریخی و زبانشناسی در برابر تحقیق و جمع‌بست متریال های بیش از پیش افزاینده ارخئولوژی و برآوردن چندی از خلاصه های مهم و به حقیقت نزدیک امکان می دهند. نخستین سرچشمه های خطی سنوی که درباره آسیای میانه معلومات می دهند در عصرهای 7-6 پیش از میلاد در این سرزمین سکونت داشتن قوم و طایفه های ایرانی نژاد، سغدیان، باختری ها، مرغیانی ها، خوارزمی ها، پارت ها،
قبیله های مختلفی سکایی و غیره را خاطر نشان نمودند. حالا در نتیجه کافت و کاو و بازیافت های جداگانه ارخئولوژی به دست عالمان متن‌هایی به چندین زبان‌های ایرانی نوشته شده رسیدند که این زبان‌ها در دوره‌های قدیم و اولی عصر میانه در آسیای میانه و ناحیه‌های سرحدی آن پهن گردیده بودند. اینها زبان‌های باختری، سغدی، خوارزمی و خوتن و سکایی بودند که به گروه زبان‌های شرق ایرانی داخل می‌شدند. زبان پارتی به گروه زبان‌های غرب ایرانی داخل شود هم، ولی بیشتر تحت تأثیر زبان‌های شرق ایرانی قرار گرفته بود، نیز از همین قبیل زبان‌های قدیمی آسیای میانه حساب می‌یافت. در نیمه اولی هزاره یکم قبل از میلاد در یکی از ولایت‌های آسیای میانه و اطراف آن لهجه مستعمل بود که اساس زبان کتاب مقدس آیین زردشتی اوستا از آن فراهم آمده است. به گروه زبانهای ایرانی زبان فارسی به 3 مرحله معلوم ترقیات خود، فارسی قدیم، فارسی میانه و فارسی نو، زبانهای تاجیکی، کردی، بلوچی و دیگر زبانهای غربی ایرانی، زبانهای افغانی، پشتو، اسیتی، پامیری و یک عده زبان و لهجه های شرق ایرانی داخل می شود. زبانهای ایرانی به گروه زبانهای هندی یا خود هندو آریایی که غیر از زبان و لهجه های مستعمل امروزه لهجه ویدی، سانسکریت و پدی در متنهای قدیمه باقی مانده را در بر می گیرد علاقه خیلی نزدیک دارد. این است که زبانهای ایرانی یک جایه با زبانهای هندو آریایی شاخه هندو ایرانی یا خود آریایی عائله زبانهای هندو اروپایی را تشکیل می نمایند. با این همچنین زبانهای سلاویانی، گرمانی، کلتی، رمنی، یونانی، ارمنی و یک قطار زبانهای دیگر نیز داخل می شوند. قرابت همه این زبانها که خصوصاً در زمانهای قدیم و قسماً امروز هم در بسیار بابتها مشاهده می شود، از جهت اصل پیدایش خود به یک عائله تعلق داشتن آنها را نشان می دهد. عالمان حاضر زمان محل تشکل این عائله زبانها را به این و یا آن ناحیه منطقه بین اروپای مرکزی و بالکان در غرب و دشت‌های پهناور یوراسیا در شرق نسبت دادند. البته در این مورد سخن از زمانهای خیلی قدیم می رود. بعدتر در دوره به خود شکل معین گرفتنی لهجه ها که پیش گذشته بی واسطه زبانهای تاریخی هندو اروپایی و مثل یونانی، سلاویانی، گرمانی و غیره حساب می یابند. قبیله های به این لهجه ها گپ زننده در خطه وسیع زندگانی کرده ولی با هم رابطه بسیار نزدیک داشتند. تفاوتی گذشتگان قوم و زبانهای هندو آریایی و ایرانی از پیشگذشتگان دیگر گروه های زبانهای تاریخی هندو اروپایی در آن است که آنها در مرحله های اول یک گروه واحدی زبانی را تشکیل می کردند. خویشی و قرابت گذشتگان طایفه های ایرانی و هندو آریایی را پیش از همه نزدیکی زبانهای آنها نشان می دهد. آموزش و مقایسه زبانهای گوناگون ایرانی و هندو آریایی علل خصوص زبانهای اوستایی و فارسی قدیم از یک طرف و ویدی و سانسکریت از طرف دیگر می تواند به طور روشن دلالت کند که زبانهای ایرانی و هندو آریایی در زمانهای قدیم هم از جهت ساخت گراماتیکی و هم از جهت ذخیره اساسی لغوی تا چه اندازه عمومیت داشتند. در واقع از این زبانها به طریق نمونه بسیار کلمات را آوردن ممکن است که در ساخت و معنا تفاوتی نداشته
فقط با بعضی خصوصیت‌های فنیتیکی خود فرق می‌کنند. مثلا آب در زبان‌های ایرانی قدیم آب، در هندی قدیم هم آب، زمین مطابقاً بومی و بهومی، باد وتا و وتا، تن تنو و تنو، دست زاستا یا داستا و هستا، کلمه آواز وجه و وچس، نام نمان و نمان، لباس وسترا و وسترا، پدر پیتر و پیتر، برادر براتر و بحراتر، اندر انتر، دو دوا و دوا، چهار چتور و چتور، پنج پنچه و پنچه، هفت هفته و سبته، هشت اشته و اشته، ده دسه و دشه، دوازده دوادسه و دوادشه، صد سته و شته و غیره. اثری تاجیکان شعله بود که به صحیفه های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. اکثر این کلمه ها با بعضی تغییرات فنیتیکی موجودیت خود را در زبانهای حاضره ایرانی نیز دوام می‌دهند. چنانچه در زبان تاجیکی کلمه های آب، باد، تن، دست، نام، پدر، برادر، اندر، دو، چهار، پنج، هفت، صد و امثال اینها تا امروز مستعمل است. مطابقت استوار همچنین در گراماتیکا، در سیستم تصریف به نظر می رسد. مثلا در ایرانی قدیم کلمه تانو در حالت فاعلی ایمنیتیلنی پدیش شکل تنوش، تنوم، تنوه و هاکذا. در ایرانی قدیم برای تصریف فعل بر بردن چنین شکل‌های زمان حاضره آن وجود داشت. شخص یکمی تنها برمی، شخص دویمی تنها برهی، شخص سیومی تنها برتی و غیره. در هندی قدیم برای تصریف همین فعل یعنی بره مطابقاً چنین شکل‌ها موجود بود: بهرامی، بهراسی، بهراتا و غیره. چنین دلیل‌ها گواهی می‌دهند که زبان هندی و ایرانی از یک مبدأ زبانی به وجود آمده، اساسهای ساخت گراماتیکی و لغوی خود را از آن میراث گرفتند. این را هم باید گفت که زبانهای نوی در جریان ترقیات مستقل انکشاف یافته ایرانی و همچنین هندو آریایی چی نوعی که زبانشناسان خاطر نشان می نمایند، نظر به زبانهای قدیم ایرانی و هندی از یکدیگر تفاوتی بیشتر دارند. در میان هندویان و ایرانیان قدیم از جهت دین و مذهب و تصورات حماسی و اساطیری نیز همرنگی و شباهت زیادی موجود بوده است. این نزدیکی حتی در خصوصیت، وزن و آهنگ و ساخت لغوی چندی از فقره‌های به ما رسیده اویستا و وید مشاهده گردیده. عمومیت در زبان و آثار دینی و حماسی داشته این مردمان را نشان می‌دهد. تحقیق قیاسی آیین‌های قدیم ایرانی و ویدی همگونی و مانندی تصورات دینی اجداد خلق‌های ایرانی و هند و آریانی را ثابت نمود. معلوم گردید که رسم و آیین و عرف و عادت‌های این مردمان از قدیم الایام با هم خیلی نزدیک و شبیه بودند. آنها در پرستش آتش، در تهیه نوشابه مقدس خومه به هندی سامه،
در اعتقاد و سخن حکیمانه و سحرآمیز منتر از یکدیگر قریب هیچ تفاوتی نداشتند. اسم بسیار خداها و قهرمانها که ایرانیان و هندویان قدیم آنان را پرستیده و در کتابهای دینی و حماسی ستوده اند در هر دو زبان یک بوده است. میترا از خداهای اساسی هم طایفه های قدیمه ویدی و هم ایرانیان حساب می یافته است. خدای باد و جنگ ویو و دیگر خدای باد و ترا هر دو طایفه برابر می پرستیدند. پادشاه و قهرمانی اوستایی ییما پسر قهرمانی مهرسان ویوهوانت با قهرمانی ویدی یاما پسر ویوسوانت مطابقتی کامل دارد. مفهوم ارتا به معنی حقیقت و عدل و انصاف که اکثر قواعد مهم دینی و عموماً تصورات وسیع‌تری مفکوروی را معین می کرد برای هم ایرانیان و هم هندوان مشترک بوده است. این مفهوم با خدا با اسور ورونی ریگویدی و اهور مزدای ایرانیان مربوط است. اسور مطابق اهور است که هر دو معنی صاحب و حکمران را افاده می نمایند. تصورات آنها درباره پیدایش عالم نیز با هم خیلی نزدیک است، چنانچه در نوشتجات قدیمه هندوان و ایرانیان دایر به سه محیط کائنات، آسمان، فضای بین زمین و آسمان و زمین سخن رانده می شود. نشانه های هر یک محیط و خدایان منسوب به آنها از قبیل خدایان آسمان، خدایان باد و بوران و جنگ و خدایان نشو و حاصل در بین این طایفه ها یکسان بودند. محققان تاریخ تمدن هندوان و ایرانیان از آثار قدیمه دینی و ادبی آنها بسیار قصه های به یکدیگر مانند اساطیری و حماسی را کشف نمودند. این نوع مشابهت ها را در دیگر ساحه های مدنیت معنوی ایرانیان و هند و آریایی های قدیم نیز می توان پیدا کرد. از تحلیل قصه های اساطیری تاجیک معلوم می گردد که در آنها بسیار پدیده های تصورات دوران عمومیت هند و آریایی موجودند. اینک یک دو مثال برای تصدیق این ادعا. چنان که اندریف می نویسد، اساطیر پدر آسمان و مادر زمین دو والده بزرگ ریگویدا تا حال در تصورات تاجیکان باقی مانده است. از جمله در یزغلام آسمان را حالا هم دید پدر، زمین را نن مادر می نامند. و فصلهای مردانه و زنانه جدا کردن سال نیز با همین علاقمند است. فصلهای سال را نیز با همین تصورات تقسیم نمودند. چنانچه تیر ماه و زمستان را که ایام باریشات و بارورشوی زمین است فصلهای مردانه و بهار و تابستان را که در این ایام طبیعت بار می آرد فصلهای زنانه دانستند. در ریگوید هم زمین و آسمان همچون مادر و پدر همچون جفتی جدایی ناپذیر تصویر می شود. پدیده های چنین تصور و اعتقادات را می توان در آثار قدیمی یونانیان و دیگر خلقهای اروپا نیز پیدا نمود. از این رو آنها را نه فقط هند و ایرانی بلکه هند و اروپایی هم دانستن ممکن است. سلسله اعتقادی به بوز کوهی علاقمند تاجیکان کوهستان قریب به هیچ تفاوت در بین مردم دردی مشهور است. دیگر نزدیکی و شباهت هایی که عمومیت میراث و عنعنه ها را در رشته های اقتصادیات و طرز زندگی در تشکیل جمعیت و ساخت اجتماعی و سیاسی نشان می دهند، همچنین اهمیت کلانی دارند. از معلومات و مدرک های قیاسی چنین برمی آید که طرز زندگی اجداد طایفه های هند و آریایی و ایرانی به هم مانند بوده است. آنها یک خیل زندگانی مقیمی و نیم مقیمی را به سر برده
به زراعت و چارواداری مشغول بودند. باید قید کرد که هرچند چارواداری از جهت اهمیت خود موقع درجه اول را اشغال نموده، داشتن چاروا معیاری اساسی ثروت و نشء و نما حساب می یافت، همانا زراعت ساحه دائمی خواجگی آریایی های قدیم بود. بسیار کلماتی به زبانهای قدیم ایرانی و هندی عمومی موجودند که نام حیوانات خانگی، غله، آلات چارواداری و کشت و کار را افاده می نمایند. چنانچه گاو و گاو، اسپه و اشوه اسب، اشتره و اشتره اشتور، قرشی و کرشی جویک و شدگار، یوه و غله‌دانه و غیره. در عهد آری اجداد طایفه های هندی و ایرانی از میتالورژی به خوبی آگاه بودند. در زبانهای ایرانی و هندی یک عده نامهای فلزات باقی ماندند که به هم نزدیکند، از قبیل ایخ ایرانی و ایس هندی. عموماً فلوز یا خود میس، برنج، دیرتر آهن، زرانیا یا درانیا ایرانی و خیرانیا هندی، طلا، ارشات ایرانی و رجات هندی، نقره و غیره. بیشترین آلات مهنت از جمله آلات فلوزی و اسلحه‌جات مثل نیزه، کمان و غیره، اینچنین کلمه هایی که آنها را افاده می کنند برای این دو طایفه یکسانند. مدرک های موجودند که هنوز در عهد آری از طرف هندو ایرانی ها استفاده شدن دوچرخه های حربی با ایرانی رته و به هندی رتحه، همچنین در بین این طایفه ها به طور وسیع رواج داشتن اسب پروری را ثابت می نماید. این طایفه ها در سازمان حربی و طرز و طریق بردن جنگ هم از یکدیگر فرق کذایی نداشتند. تشکیلات خانوادگی، قومی و قبیلوی جمعیت به شباهت تمام جزئیات سازمان‌های جداگانه، عرف و عادت و اصطلاحات مطابق آنها، مثلا به ایرانی ویس و به هندی ویش، خانواده، دیه، جماعه و غیره، برای هندوان و ایرانیان یک خیل بود. مقایسه عنعنه و لغت‌های ایرانی به هندی یقیناً گواهی می‌دهند که عائله و خانواده‌های آریایی کیها در اساس اصول پدرشاهی تشکل یافته بودند. یکی از مهمترین گروه‌های تشکیلات جمعیت آریایی گروهی از علاقه خویش و تباری از طرف مرد و اصل و نسب فراهم آمده می باشد که اعضایان یک قطار عائله های به این خاندان تعلق داشته را متحد نموده همراه دیگر همین قبیل گروه ها به واحد بزرگتری جمعیتی، قوم یا جماعه و قبیله یا اتحادیه جماعه داخل می شد. اثری تاجیکان شعله بود که به صحیفه های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک رفشنی انداخته، پدیده های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. در ایرانیان و هندوان قدیم اعضایان گروه اقربایی دارای یک خیل حقوق و وظیفه های مال و ملکی، مذهبی و غیره بوده. در حدود این گروه پرینسیپ های عمومی وراثت عمل می کرد و سنت یگانه بخشش به اعضای بالغ گروه وجود داشت. در هندوستان چنین گروه را گوترا به آریایی گوترا می نامیدند. این اصطلاح در ایران نیز مستعمل بود. به فارسی میانه گوهره از کلمه ایرانی قدیم گوتره.
مناسبت‌های اجتماعی نهایت درجه مرکب بودند. گروه‌های اهالی ناقص الحقوق و مطیع وجود داشتند. اهالی آزاد کامل حقوق به 3 گروه تقسیم می‌شد: کاهن‌ها، اشراف حربی و اهل صاحب اختیار جماعه که از چارواداران و برزگران عبارت بودند. معلومات راجع به چنین تقسیمات اجتماعی را در ریگوید و همچنین در قدیمترین قسمت‌های اویستا و آثار حماسی دیگر قوم‌های ایرانی از جمله اسکیف‌ها و اسیتین‌ها می‌توان دچار آورد. یگانگی پیدایش این ترتیبات جمعیتی هندی و ایرانی را مطابقت کامل تصورات ایدئولوژی که به همان تقسیمات سیگانه علاقمند است نیز نشان می‌دهد. در عنعنه‌های قدیمه هم هندی و هم ایرانی هر یکی از این گروه‌های اجتماعی با یکی از طبقه‌های کائنات، چنانچه کاهن‌ها با آسمان، اشراف حربی با فضای بین زمین و آسمان یعنی محیط خدای جنگ و اهل جماعه با زمین و محیط نشو و حاصل مربوط گردیده، در عین زمان هر یک رنگی معینی را، مثلا کاهن‌ها رنگی سفید، اشراف حربی رنگی سرخ و غیره به خود گرفتند. شاید از همین سبب باشد که نام این گروه‌های اجتماعی با رنگ به هندی ورنه و به ایرانی پیشتره، هر دو هم معنی رنگ را دارد، علاقه پیدا کرده است. نمایندگان اشراف حربی ایرانی و هندی عهد قدیم همچون جنگاوران دوچرخه سوار توصیف یافتند. این را نام اوستایی این گروه رتیشر دوچرخگی عیناً در دوچرخه راست ایستادن نیز ثابت می نماید. کلمه به همین معنی مطابق هندی رتخشت در شمار ورنها برای افاده این گروه برابری اصطلاح مقرری کشایتریه استفاده می گردید. در نوشتجات ایرانی هم به همین معنی گاها خشاتریه، خشاتره به کار برده می شد. این دلیل و مدرک ها در برابر نشان دادن استفاده وسیع دوچرخه های جنگی رتخه به ایرانی رته برای برآوردن بعض خلاصه های عمومی راجع به جهت های اجتماعی و اقتصادی امکان می دهند. خود موجودیت دوچرخه های جنگی شاهدی در استفاده بودن آلات فلوزی و انکشاف کسب و هنر بوده. جنگاوران دوچرخه سوار کسبی در واقع وجود داشتن اشراف حربی را که قسماً از مهنت استحصال کننده آزاد بوده منبع درآمد غیر مهنتی داشتند به ثبوت می رسانند. این هم موجود بودن گروه مطیع اهالی را بار دیگر تصدیق می نماید. در سر قبیله های آریایی پیشوایان یا خود پادشاهانی می ایستادند که از بین اشراف حربی برآمده بودند. برای اشارت آنها در نوشتجات ایرانی و هندی اصطلاحات مختلف از جمله کلمه ایرانی قدیم خشای که کلمه شاه از آن برآمده است و کلمه هندی قدیم کشای حکمراندن، حکم فرمایی کردن به کار برده می شود. اثری تاجیکان شعله بود که به صحیفه های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک رفشنی انداخته، پدیده های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. شما گفتاری پنجم را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان در قرائت عبدالرشید خوجمقولov شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی.